نام خداوند بخشنده مهربان نهایت با رحم. قصه مرد سرتراش و خدا. میگد مرد برای اصلاح سر و صورتش به آرایشگاه رفت. در بین کار گفتگوی جالب بین آنها در گرفت و انسان سرتراش با امو بگیم کلینت های خود صحبت میکرد. در هر موضوع صحبت میکردن. آنها در هر موضوع وقتی که صحبت میکردن تا جایی که موضوع رسید به نام خدا، موضوع درباره خدا رفت. آرایشگر گفت من باور نمیکنم که خدا وجود دارد. همین انسانی که سرتراشی رفته بود پرسید چرا باور نمیکنی؟ آرایشگر جواب داد همین کفایت کننده است که به کوچه ها بروی تا ببینی چرا خدا وجود ندارد. شما به من بگویید، همون سرتراش پرسید شما به من بگویید که اگر خدا وجود داشت این همه کسلی ها، این همه بیماری ها می شدن؟ بچه های بی سرپرست پیدا می شد؟ اگر خدا وجود داشت درد و رنج وجود داشت؟ نمی توانم خدای مهربانی را تصور کنم که اجازت دهد این همه درد و رنج وجود داشته باشد. پناه بر خدا. میگوید مشتری لحظه فکر کرد اما جواب نداد، چون نمیخواست با آنها بحث بکند. آرایشگر کارش را تمام کرد و مشتری کلند از مغازه وقتی که بیرون شد، از مغازه بیرون آمد، مردی را دید که با موهای بلند و چرکین و با هم تاب خوردگی و ریش اصلاح نکرده و ظاهرش هم بسیار چرکین به هم ریخته بود. مشتری برگشت و دوباره وارد آرایشگاه شد و به آرایشگر گفت میدونی چی؟ به نظر من آرایشگر هم وجود ندارد. آرایشگر گفت چرا چنین حرفی میزنی؟ من اینجا هستم، من آرایشگرم، همین الان موهای تو را کوتاه کردم کو. مشتری با اعتراض گفت نه، آرایشگرها وجود ندارند، چون اگر وجود داشتن هیچ کسی مثل مردی که بیرون است با موهای بلند و کثیف و ریش اصلاح نکرده پیدا نمیشد. آرایشگر گفت نه برادری عزیز، آرایشگرها وجود دارند. موضوع اینجا است که مردم به ما مراجعت نمیکنند. مشتری میگه تبسم میکرد و گفت دقیقا نکته همین است که خدا وجود دارد، فقط مردم به او مراجعت نمیکنند و دنبالش نمیروند. برای همین است که این همه درد و رنج در دنیا وجود دارد. بله دوستان عزیزم، اینک رسیدیم به پایان یک قصه دیگر. امیدوار هستم که کمی هم باشد از این قصه هایی که بهر شما پیشکش میکنم دوستان عزیزم به شما فایده میرسد. در آخر دعا میکنیم که پروردگار ما را به راه راست هدایت بفرماید و کل اون شخصانی که طلب دعا کردن پروردگار خاصتا مردم غریب را در تن و جانشان پروردگار شفای کامل و بصری بلند به وطن برگشتن نصیب و روزی بگردان و مملکت تاجیکستان عزیزمان باز هم زیباتر و خوشروتر بگردان. و با شما بودم بنده عبدالله، یکی شما را از برای خدای پاک دوست می‌دارم. خدایا و مددگار ما و شما باشد. السلام علیکم.